سلام رفقا، به ولاگ جدیدم خوش اومدین. این بار از یه سفر کاری براتون ولاگ گرفتم به مقصد دبی. سفرم از فرودگاه امام خمینی شروع شد و از همون اول حسابی شلوغ بود. زمان پروازم افتاده بود تو تایم نمایشگاه، برای همین فرودگاه پر از مسافر بود، مخصوصا کسایی که برای کار و بیزینس راهی دبی بودن. بعد از کلی معطلی تو صف‌ها و چکین، بالاخره سوار هواپیما قشم ایر شدم و توی حدود 2 ساعت رسیدم دبی. اقامتگاهم توی محله دیره بود، یکی از قدیمی ترین و شلوغ ترین محله های شهر که ترکیب جالبی از گذشته و حال دبی رو نشون میده. توی این ولاگ قراره هم تجربه سفر کاری رو باهاتون به اشتراک بذارم، هم یه نگاه متفاوت به دبی داشته باشید. پس تا آخر این ولاگ همراه من باشید. راستی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره رفقا. خب اینی که میبینید یه سکه 1 درهمیه و الان حدود 23,000 تومان پولشه. خیابونای محله‌ای که ما توش اقامت داشتیم تا صبح باز بودن و شهر یه جورایی زنده بود. بریم ماساژ، اینجا همه ریلکسیشن. ما هم یه 15 دقیقه بریم دیگه، کی به کیه. خیلی خفن بود. آخش. بعد از یه ماساژ با صندلی راه افتادیم تو خیابونا. یه جایی شبیه فستیوال بود، فستیوال خیابونی که فودکورت داشت. خیلی هم جالب نبود، غذاهاش چنگی به دل نمیزد. رفتیم به سمت یه پاساژ هم دیگه چون آخر وقت بود خلوت بود و کم کم داشتن میبستن. این آقای شطور رو وسط پاساژ دیدیم، خیلی هم دور و بر شلوغ نبود، همونجوری الکی نشسته بود. ما دنبال غذا بودیم همچنان و تو پاساژ هم چیزی پیدا نکردیم، حتی توی فودکورتاش. اومدیم از پاساژ بیرون، دنبال یه چیزی بودیم واسه خوردن، یهو رسیدیم به فارسی. اینجا فارسی هم داره مگه؟ بله دیدیم داره. اما از اونجایی که برای ما فارسی هم جذاب نبود، به پرسه زدنمون ادامه دادیم به دنبال یه غذای بهتر. رفتیم یه جایی رسیدیم به اسم بازوکا، به نظر جذاب می اومد. مرغ سوخاری داشت و همبرگر و از اینجور حرفا. یه ناگت چندین تیکه گرفتیم و شروع کردیم خوردن و تمام. برای رسیدن به نمایشگاه تصمیم گرفتیم از مترو استفاده کنیم. متروی دبی یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین گزینه‌ها برای جابجایی توی شهره. ایستگاه رقه که نزدیک هتل ما بود تا ایستگاه ورلد ترید سنتر که مقصد ما بود فقط چند دقیقه فاصله داشت. یکی از چیزهایی که توی مترو دبی جلب توجه میکنه تمیزی و نظم فوق‌العاده‌شه. قطارها همیشه به موقع میرسن و فضای داخلش هم خیلی راحت و مدرنه. مترو دبی هم مثل بقیه بخش‌های شهر بدون راننده است و کاملا اتوماتیک عمل میکنه. فضای داخل واگن‌ها تمیز و مدرن بود و حتی فضای مخصوص خانواده‌ها و خانم‌ها از هم جدا شده بود. رسیدیم به ایستگاه ورلد ترید سنتر، جایی که نمایشگاه عرب هلس برگزار میشد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین رویدادهای بهداشتی و درمانیه که هر ساله تو دبی برگزار میشه و نمایشگاه امسال هم خیلی شلوغ و پر از غرفه‌های مختلف بود. از فناوری‌های جدید پزشکی گرفته تا تجهیزات درمانی و بهداشتی، همه چیز تو این نمایشگاه بود. توی اینجا میشد جدیدترین تجهیزات پزشکی و تکنولوژی‌های سلامت رو دید و شرکت‌ها از سراسر دنیا محصولات خودشون رو معرفی می‌کردن. فضای نمایشگاه پر از متخصصین و افرادی بود که برای توسعه و پیشرفت صنعت سلامت دور هم جمع شده بودند. جونم براتون بگه که اسم پلتفرم تاکسی اینترنتی توی امارات کریم هستش. همونطور که میبینید کریم استارتش از 13 درهم شروع میشه، اما برعکس ایران که تاکسی های درون شهری خورده گرونتر میبرن، اونجا
تاکسی‌های درون شهری یه خورده ارزان‌تر می‌بردن. بگذریم، رسیدیم به دبی مال. یه چرخی توی دبی مال زدیم، دنبال یه رستوران خوب بودیم که غذا بتونیم توش بخوریم. دنبال یه رستوران ایرانی بودیم اسم ایران زمین و پوستمون کنده شد تو دبی مال تا این رستوران ایرانی رو پیدا کنیم. هنوزم پیدا نکردیم، الان دیگه فکر کنم خیلی نزدیکش شدیم. آکواریوم دبی مال یکی از جاذبه‌های اصلی اینجا بود. واقعا وقتی واردش میشی انگار وارد یه دنیای جدید میشی. این آکواریوم خیلی بزرگه و توش حدود 30,000 موجود دریایی هست. از نزدیک میتونی ماهی‌های رنگارنگ، کوسه‌ها و موجودات عجیب و غریب رو ببینی. یکی از جذاب‌ترین بخش‌هاش تونل آکواریومیه. جایی که از داخل تونل شیشه‌ای رد میشی و تمام موجودات دریایی درست بالای سرت شنا میکنن. اون لحظه‌ای که کوسه‌ها از کنارت رد میشن یه حس خاص و هیجان انگیز داره. اینجا یه جاییه که باید حتما ببینیش، چون هیچ وقت تجربه‌ای مثل این رو توی جای دیگه‌ای نمیتونی داشته باشی. روز دوممون رو از سالن شیخ سعید شروع کردیم، جایی که غول‌های تجهیزات پزشکی اونجا غرفه داشتن، مثل کنون، زیمنس، مترونیک و غول‌های دیگر این رشته. بعد از اینکه اونجا رو گشتیم اومدیم یه نهاری بخوریم. غذای خوب اصلا توی نمایشگاه پیدا نمیشد. این غذا که میبینید قیافش خیلی خوبه ولی خب اصلا مزهش خوب نبود. اومدیم بیرون از نمایشگاه و به سمت هتل رفتیم که یه خستگی در بکنیم و بعد از ظهرش تصمیم داشتیم بریم یه جای خیلی خاص. اول یه توضیح کوچیک بهتون بدم که چرا اینجا صدای من خوب نمیاد و از صدای خود ویدیو نمیشه استفاده کرد، چون من یه تبدیلی که مربوط به میکروفون وایرلس هم بود نبرده بودم و مجبور بودم با میکروفون خود گوشی ضبط کنم و صدا اینجا خیلی بد هستش. بگذریم. از دبی راهی شارجه شدم تا یه لپتاپ خوب با قیمت مناسب پیدا کنم. از ایستگاه مترو رقه سوار شدم، ایستگاه اتحاد یا یونیون پیاده شدم و از اونجا با اتوبوس مسیرم رو به سمت شارجه ادامه دادم. بعد از رسیدن مستقیم رفتم سراغ بازاری که مخصوص فروش لپتاپ و لوازم الکترونیکی بود. کلی مدل دیدم، قیمت‌ها رو مقایسه کردم و بالاخره یه گزینه عالی پیدا کردم. قیمتش نسبت به دبی خیلی بهتر بود و کاملا ارزشش رو داشت. اگه دنبال یه لپتاپ با قیمت مناسب هستید، شارجه میتونه گزینه خوبی باشه. مسیرش هم راحته و ارزش یه سر زدن رو قطعاً داره. خب میریم واسه روز آخر نمایشگاه. اگر کسی از ایران بخواد تو نمایشگاه عرب هلت شرکت کنه میتونه کلی دستاورد داشته باشه. اول از همه اینجا یه فرصت عالیه برای دیدن جدیدترین تجهیزات پزشکی و فناوری‌های روز دنیا، از دستگاه‌های پیشرفته گرفته تا روش‌های نوین درمانی. همه چیز رو میشه از نزدیک بررسی کرد و ایده گرفت که چطور میشه این تکنولوژی‌ها رو توی ایران به کار برد. دوم، شبکه سازی و ارتباط گرفتن با شرکت‌های بین‌المللی یکی از مهمترین مزایای این نمایشگاهه. اگه کسی دنبال همکاری با برندهای خارجی باشه یا بخواد نمایندگی بگیره، اینجا میتونه مستقیما با مدیرهای شرکت‌های بزرگ صحبت کنه، شرایط همکاری رو بررسی کنه و حتی قراردادهای مهمی ببنده. سوم، برای شرکت‌های ایرانی که محصولات پزشکی تولید می‌کنن، عرب هلت یه بستر عالی برای معرفی محصولاتشونه. میشه بازار منطقه رو شناخت، با توزیع کننده ها و خریدارهای بالقوه مذاکره کرد و حتی مسیر صادرات رو هموارتر کرد. در کل این نمایشگاه فقط یه رویداد برای دیدن محصولات جدید نیست، بلکه یه فرصت جدی برای رشد و توسعه کسب و کارهای پزشکیه، چه برای پزشکا، چه وارد کننده ها و چه تولید کننده ها. ما کارت گل گرفتیم که مثلا خلوت باشه، بتونیم بشینیم. الان ببینیم که تو راه برگشت انقدر شلوغه که کارت گلدم فایده نداره، بازم باید وایسیم. قشنگ معلومه از این صندلی ماساژ خوشم اومده بود یا بیشتر توضیح بدم؟ بعد از ظهر روز آخرم دوباره اومدیم به سمت دبی مال و برج خلیفه که اونجاها یه ذره بگردیم و ببینیم چه خبره.
بعد از گشت و گذار کنار برج خلیفه اومدیم فرودگاه، وسایلمون رو تحویل دادیم که آماده بشیم برای پرواز برگشت. آخر ویدیو بازم میخوام ازتون خواهش کنم اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون که میخوام برن دبی لینک این ویدیو رو بفرستید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.